توحید افعال است. در این قسمت هم در عقیده میگه که باید انسان مسلمان افعالی که الله به خود نسبت داده او را بشناسه و او افعالی که مخصوص مخلوق است او افعال هم باید بشناسه. و افعال خالق به مخلوق نسبت نده و افعال مخلوق به خالق نسبت نده و آنچه که مربوط خالق است او را از مخلوق تقاضا نکنه. این کلش فرمولای اعتقادی هست. مثالش مثلا سعی کنیم، میگه افعال خالق به مخلوق نسبت ندین. افعال خالق چی هست؟ یکی از افعال خالق خلق کردن است. یعنی الله خالق کل شیء، الله خلق کننده همه چیز هست. آل در قرآن عظیم الشان میگه که الله برای بعضی انسان ها بچه میته، برای بعضی انسان ها دختر میته، برای بعضی انسان ها پسر و دختر هر دویش میته و بعضی کسی دیگه بعضی انسان هاست که او عقیم میسازن، نه پسر برش میته نه دختر میته. الله خالق است. چقدر مردم است که خودش به نام ملا و به نام شیخ و به نام سید و به نام آقا صاحب و به نام پیر صاحب صفت خلق کردن خالق یا به خود یا به یک شخص دیگه نسبت میده. یک تعویض میتمد که بچه دختر شوه، یک تعویض میتمد که دخترت بچه شوه، یک تعویض میتمد که خدا برات بچه و دختر مقدر نکرده، من تقدیر تغییر میتم برات بچه و دختر میتم. اصل نیست.